250 کیلو خب گوشت رو کمش داد چرا درد اومد. شکمتو ژله کن. That happened to me. Oh. That was awesome. تا کجا رفت؟ All the way down. همش. I can't even talk. That was fun. I was trying to breathe. کارپرکتر هم بودی؟ بودم ولی مثلا واسه من از این شوکا گذاشته رو کمرم با پتوی گرم. شوک و پتو گرم. Yeah. And they خود که اینو از آمازون میتونی 20 دلار بخری. همون. And they charged me 1300. 1300 Yeah. چرا ارزون زد میگیرن. کلا همه چیزو کشید اصلا احساس راحتی الان همه چی انگار رها شد تازه انگار احساس میکنم من میتونم دراز بکشم راحت بخوابم بدون که اصلا مشکلی داشته باشم اصلا همه چی باز شد نفسم باز شد باشه آخه این مهمترین چیز اینه ما ماهت باید بگیریم که ببینه اوه نه کار من قشنگ میتونم مثل اینکه پام بزنم قبلا اینجوری بود من اینجوری راه میرفتم Oh yeah big difference Now I can feel this muscle حتما امتحان کنی حتما بیاین اگه مشکلی دارید درداری الکی وای نستید من گفتم یه ماه دیگه میخوام برم تازه یه سالم وایس دادم نکنید این کار زودتر بیاین